عدد پرفکت یا عدد کامل عددی است که با جمع مقسوم علیهاش به غیر از خودش برابر خواهد بود. ببینید الان در اینجا عدد 6 هم بر 1 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیره. دیگه خودش رو ننوشتیم، یعنی نباید، قانونش اینطور که خودش نباید باشه. مجموع مقسوم علیهاش به غیر از خودش اگر برابر با خودش باشه عدد کاملی است. برای عدد 28 هم همچنین، برای عدد 496 هم و بقیه عددها هم همچنین. نکته هایی که در این برنامه هست این هستش که ما در نوشتن این برنامه از یک تابع استفاده کردیم. برای تعریف یک تابع از عبارت def استفاده می کنیم. همچنین برای اینکه بگیم یک عددی بر عدد دیگه بخش پذیره و باقی مانده صفره، برای محاسبه اون باقی مانده هم از این علامت استفاده می کنیم. با دانستن این مطالب برنامه رو با هم می نویسیم. در خط اول این برنامه توسط فرمان def و نام یک تابع که به صورت دلخواه هستش، این نام یک تابع است، من این برنامه رو ایجاد میکنم. عبارت نامی که شما اینجا میبینید مخفف نامبر هستش، یعنی در واقع من میخوام یک عددی رو بهش بدم به این برنامه و بگم آیا این عدد پرفکت هست یا نه. به خاطر همین یک متغیری در نظر گرفتم، یک ورودی در نظر گرفتم به نام نام. و برای اینکه بتونم بخش پذیر بودن این اعداد رو بعد از اینکه بخش پذیریش ثابت شد با هم دیگه جمع بکنم، نیاز به یه متغیری دارم که حاصل این مقسوم علیها رو در خودش بریزه. من برای این کار از ریزالت سام استفاده کردم و همچنین یک حلقه تکراری زدم که از 1 شروع بشه و تا خود اون عدد، تا 1 قبل از خود اون عدد ادامه پیدا بکنه. چرا من نام رو اینجا نوشتم؟ چون مثلا اگر اون عدد باشه 6، دیگه خود 6 اینجا حساب نمیشه، 1 قبل از 6 حساب میشه. خب و در این قسمت از برنامه شرط گذاشتم اگر این عدد 6 بر آیی که الان از 1 شروع شده مساوی بود با 0، بیا آی رو با اون صفری که قبلا تو مجموع ریختم جمع بکن، بریز توی مجموع. و دوباره آی من اگر این بار 2 شد و 6 دوباره به 2 بخش پذیر بود، قبلا که 1 توش ریخته شده، حالا این 2 رو هم بهش اضافه کن و همینطور این حلقه ادامه پیدا بکنه. و سپس واسهش یه شرط گذاشتم، گفتم اگر نتیجه این مجموع مقسوم علیها با خودش برابر بود، آنگاه چاپ بکنه پرفکت رو و سپس اون تابع رو فراخوانی کردم با عدد 6. برای اینکه بهتر متوجه بشیم من این رو با جدول درستی اجرا میکنم. ابتدا در اینجا به جای نام من عدد 6 رو میریزم، تو برنامه هم عدد 6 ریخته شده. سپس متغیری به نام ریزالت سام اینجا در نظر گرفتم و بهش 0 رو دادم. سپس یک حلقه تکراری رو زدم که از 1 شروع میکنه، یعنی بار اول 1 تا 1 قبل از عدد 6، یعنی تا 5 ادامه پیدا میکنه. در اینجا شرط رو میسنجم، اگر نام من که الان 6 باقی ماندهش
مساوی بود بر باقی ماندهش بر 1 مساوی بود با 0، این آی رو با سام جمع کن و بریز توی سام. یعنی 1 با 0 جمع میشه و ریخته میشه داخل همین ریزالت سام که واقعا هم همینطوره. 6 به 1 بخش پذیره، پس 1 با 0 جمع میشه و اینجا ریخته میشه. خب دوباره حالا حرکت دوم، گام بعدی فور. آی میشه 2. دوباره اینجا چک میشه آیا نام من یعنی 6 من به 2 بخش پذیره؟ بله. پس دوباره قبلا حاصل ریزالت سام 1 بوده، 1 دوباره با 2 جمع میشه و ریخته میشه همینجا. تا اینجا حاصل شده 3. میریم برای گام بعدی. این بار آی من هست 3. خب دوباره چک میشه آیا 6 یا همون نام بر آی جدید هم بخش پذیر هست؟ بله. پس دوباره بیا این 3 رو با 3 قبلی که توی ریزالت سام بوده جمع بکن و دوباره بریزش داخل ریزالت سام که میشه 6. خب میریم برای گام بعدی. گام بعدی الان آی میشه 4. چک میشه اینجا اگر نام یعنی 6 بر 4 بخش پذیره؟ خیر. پس این شرط اجرا نمیشه، کار نمیشه. میریم برای گام بعدی 5. آیا نام من بر 5 بخش پذیر هست؟ خیر. پس دیگه اینجا اجرا نمیشه. ما میایم یعنی حلقه هم تمام میشه، میرسیم به اینجا. حالا چک میشه آیا نتیجه ریزالت سام من با خود اون عدد نام من با همدیگه در اینجا برابر هستن؟ اگر برابر هستن پرینت میکنه پرفکت رو و درست هم هست، اینجا پرینت میشه. حالا من این عدد رو با یک مثال دیگه توضیح میدم. مثلا این بار توی نام 5 رو وارد میکنم، یعنی شما فکر کنید اینجا من 5 رو قراره چک بکنم. خب یه بار دیگه، پس نام در حال حاضر چیه؟ 5 هستش. ریزالت سام چیه؟ ریزالت من در حال حاضر 0 هست. آی من 1 هستش. حالا چک میشه در اینجا. ببینید نام تا 1 قبل از 5 یعنی این تا 4، یعنی حلقه باید تا 4 ادامه پیدا بکنه. چک میشه آیا نام به 1 بخش پذیره؟ بله بخش پذیره. پس 1 با ریزالت من جمع میشه و دوباره اینجا ریخته میشه. خب میریم گام بعدی. آیا من میشه 2. آیا 5 به 2 بخش پذیره؟ نه. پس کاری اینجا انجام نمیشه. میره برای گام بعدی. آیا من میشه 3. آیا 5 به 3 بخش پذیره؟ نه. پس این قسمت اجرا نمیشه. میره برای گام آخر یعنی 4. آیا 5 من به 4 بخش پذیره؟ الان این حلقه کارش تمام شد. حالا میایم اینجا چک میکنیم آیا ریزالت سام من یعنی اینجا، یعنی آیا این ریزالت من برابر نتیجهش که الان 1 شده برابر با خود این عدد نام هست؟ میبینید که این 1 این 5 پس برابر نیست. پس بنابراین این عدد کاملی نیست. خب من همین رو برای درک بهتر اجرا میکنم. خب در اینجا ما با خود برنامه خروجی رو مشاهده میکنیم. ما عدد 6 رو در نظر گرفتیم. حالا برنامه رو اجرا میکنیم. ببینیم که خروجی چه چیزی هستش. ببینید برای عدد 6 میگه این عدد پرفکته.
حالا ببینیم یه عدد دیگه ای رو در نظر بگیریم. مثلا عدد 5 رو من این برنامه رو دوباره اجرا میکنم. خروجی دیگه چیزی رو نمایش نداده، پس عدد 5 عدد پرفکتی نیست. عدد دیگه ای رو در نظر میگیریم. مثلا طبق برنامه عدد 28 رو در نظر میگیریم. من اینجا عدد 28 رو وارد میکنم. خروجی رو با هم میبینیم. بله، عدد پرفکت هستش.